اگه وسط جاده گیر کردی به آپاراتی هم دسترسی نداری، این اسپری پنچرگیری راه حل کارته. قبل از انجامش حتما اسپری کامل خوب باید تکون بدید. این قسمت رو به بالا بیارید. بعد از اینکه اسپری تکون دادین، اینو میپیچونید روی سرولف لاستیک ماشینتون. اسپری که فشار میدین تمام مواد داخل اسپری وارد لاستیک میشه و لاستیکتون پاک میشه. لاستیکی که کامل بادش خالی شده بود، میبینید که بدون نیاز به مهارت و ابزار خاصی فقط با این اسپری بادش کامل شد. برای خریدش کلمه اسپری رو کامنت کن.